مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به کاندیدای مجلس شورای اسلامی با شما صحبت بکنیم که بهتون نشون بدیم چه درب و داغون‌هایی تایید صلاحیت شدن و قصد ورود به طویله مجلس رو دارن. صندلیاتون آقایون بفرمایید، آقای خورشیدی، آقای وقفچی بفرمایید، آقای یوسفیان مولا بفرمایید. آقا چرا اینجا جمع شدین؟ یعنی چیه؟ بفرمایید. نه آقای سیف شما بفرمایید. آقای سیف صحبتتون شروع کنین. بله، کاندیدایی که یعنی برای تبلیغاتشون یه سری کارهای عجیب و غریب میکنن و بیخود نیست مملکت الان رو هواست، چون مشت نمونه خرواره. وقتی که این درب و داغونایی که ما الان تو این ویدیو بهتون نشون میدیم و ببینید و متوجه بشید چه آدمهای روانپریشه، درب و داغونه، نمیدونم هیچ واژه دیگه نمیتونم براش به کار ببرم، اومدن شدن کاندیدای مجلس شورای اسلامی، متوجه میشید که بی خود نیست مثلا یه قانون عجیب و غریب تصویب میکنن، اتفاقات عجیب و غریب توی کشور رخ میده و امروز یه 7-8 تایشون رو برای شما گلچین کردیم. ببینید قبل از اینکه نشون بدیم این کاندیدای عجیب و غریب و درب و داغون رو، لطفا کنید کانال یوتیوب برام پشت پرده دکمه قرمز رنگ هست این پایین سابسکرایب بکنید و اگر دوست داشتید ویدیو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. خب آغاز میکنیم این کاندیدای عزیز رو که شما خودتون ببینید. اصلا من دیگه هیچی نمیگم، قضاوت با خودتون. یعنی یه سریاشون وقتی من فیلم تبلیغاتیشون رو میدیدم فکر میکردم شوخی یا مثلا طنز میخوان تو اینستاگرام جای مختلف پخش بکنن فالوور بگیرن. تو نگو این فیلم تبلیغاتیه برای اینکه بخوان راه پیدا کنن به مجلس شورای اسلامی و برای من و شما قانون تصویب بکنن و از اون بدتر و فاجعه آمیزتر این هستش که اینا چجوری توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدن. خواهشاً این کسی روش تایید صلاحیت شدن اینا رو به ما بگه ممنون میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رهبر انقلاب در طول این سالهای سخت و پر از بحران و درگیری به ما نشان داد باید ایران اسلامی را به قدرت اول جهان تبدیل کنیم. مأموریت بزرگ ما رساندن ترشیست به قدرت اول اقتصادی در ایران است. ما در مدت 4 سال با تکیه بر جوانان قدرتمند ترشیز و با برنامه‌ای حرفه‌ای ترشیز را به قدرت اول اقتصادی در ایران تبدیل می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، صحبت‌های این جناب آقای کاندید محترم رو هم دیدید. یه نکته به شما بگم، 70-80% از کاندیدای فعلی نمایندگی مجلس هم شبیه این بودن، یه مقدار پیشرفت کردن، دقیقاً از لحاظ سطح سواد، از لحاظ صحبت کردن کپی برابر اصله. فیلم‌های گذشته رسانه پشت پرده در خصوص افشاگری نمایندگان مجلس رو ببینید خودتون متوجه میشید دیگه. توی مجلس دقیقاً مجلس رو با طویله اشتباه گرفتن، دقیقاً مثل همینا بودن که الان من دارم فیلماشو به شما نشون میدم. حالا یکیشو الان به شما نشون دادم. حالا این خوبه هنوز انتخابات شروع نشده، یه سری از این کاندیدا با خودشون بادیگارد بردن این ور اون ور. داداش فازت چیه؟ شما هنوز نماینده مجلس نشدی، ورشه با خودت بادیگارد بردی برای کلاس، از این سلبریتی‌ها یاد گرفتی. اینو من دیگه نمیدونم. البته این پولایی هم که خرج میکنن برای بادیگارد و اینا بعدن در میاد، یعنی با دل دزدی و رانتیایی که تو مجلس انجام میدن پولش در میاد. قبل از مجلس میگن ما مخلص مردمیم، خادم مردم، میرن تو مجلس تا میتونن دل دزدی میکنن. نمونهش این آقای گفته که من تا پول نگیرم کنار نمیکشم. ببینید. به نام خدا، محمد سلیم ملک رضایی، معلم هستم، مدرس دانشگاه و نامزد انتخاباتی 11مین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان یزد، اشک‌زر، بخشنود دوشن و روستای سوروک. ببینید، نماینده نباید به کم راضی باشه، نماینده باید زیاده خواه باشه.
اگر نماینده پول نگیره پس کی بگیره؟ نماینده باید پول بگیره، اونم نه نجومی، کهکشون پول بگیره. تو مملکت ما پول پره، منم پول میگیرم. الانم تا پول نگیرم کنار نمیرم. در ضمن حق و سکوتم قبول نمیکنم. به امید بیدار. بله دیگه، یعنی دقیقاً مثل بقیه کاندیدا که میگن تا ما پول نگیریم کار رو نمیبریم جلو، ایشون هم گفته من تا پول نگیرم کنار میکشم، که یعنی من شیفته صداقتشم. بمیرم برات الهی. مشکل شما چیه؟ چی میخواد؟ مشکل ما کار نیست، خونه نداریم. من انشاءالله مشکل مسکن و اشتغال حل میکنم. اصلا شعار اصلی من همونه. شما عزیزم مشکلتون چیه؟ من زن میخوام. انشاءالله بذار انتخابشم بعد زنم میگیریم. تا موقع چه کار کنم؟ قول می تکرار بدی؟ آره تکرار بدی یا؟ باشه. اصلا چی؟ اونم هست. این رفع کوتی بود، موقتی بود. چشم. چند تا از دوستان مجردن. اونم تکرار میدن؟ اونا هم تکرارن. اصلشون بگو باقاشون موتت بیان عبزی ها. باش. این بعدی باحاله، میگه هر کی بیکاره یا جنم نداره یا مهارت نداره یا پشت کار نداره، یعنی اصطلاحاً بی ارزه است دیگه. و نمیاد بگه که مثلا مسئولین یه سازوکاری رو فراهم نمیکنن برای اینکه مشکل اشتغال و اقتصاد مملکت حل بشه. میگه طرف مثلا بی ارزه است. حالا خوبه که ایشون هنوز رو صندلی قدرت نشسته و هنوز قدرت نداره. اگه قدرت داشت دیگه چه چیزای دیگه میگفت. ببینید خیلی از جوانای ما کار وجود داره ولی چند تا کار نمیرن. هر کی بخواد ناراحت بشه. خیلی از جوانهای بیکار ما به خاطر تنبلی هر چی موقع اسمش بذارید. میخواید رأی ندید، اصلا نخواستید رأی. ولی جوان باید تنبلی رو بذاره کنار تا شغل ایجاد کنه. یک شبه نمیشه پولدار شد. باید پله پله، باید این کار اولیه که حقوقش کمه، بیمه نداره، اذیت میکنه، سابقه آدم بدجنسیه، کثیفه، هزار یک پدرسوختگی توش هست. اما درآمده که با عرق جنین به دست میاد هزاری هم کم. باید شروع کنی پله اول بری، بعد پله دوم، پله بعدی، پله بعدی، پله بعدی تا برسی بالا. 10 میلیون هم میشه اینجا به دست آورد توی داخل تهران. و هر کی نمیتونه به دست بیاره یا جنم نداره یا مهارت نداره یا پشتکار نداره. اما یعنی یه کاندید براتون آوردم، کاریزما، سخنور، یعنی صحبت میکنه هلو، بشنوید صحبتش، یعنی انقدر شیوا صحبت میکنه، یعنی بره تو مجلس نصف مملکت رو دل و دزدی کرد. قیافش آدم میبینه 6 ماه حبس بدون ملاقات با 2 گیگ ضامن نیاز داره. ببینید این سخنوری این کاندیدای کاریزماتیک رو. ما بیخواهیم از شما خبرنگارها کمک بگیریم، نه در خصوص این که برای بنده رأی جمع کنید. خیر، موفقیت بنده حاصل شده و خداوند متعال بیش از آن چیزی که به مخلوق خودش لطف داره به بنده لطف داشته است. به این جهت از شما میخوام که دکترهای دروغین، اینجاش خیلی باحاله. این کاندیدای درب و داغون رو دیدید؟ حالا توی یه شهرستانی مثل پلختر طرفداری یکی از این کاندیدا با طرفداری یکی از کاندیدای دیگه دعواشون شده، زدن تو سر و کله هم دیگه با سنگ و نمیدونم چوب و اسلحه با هم دیگه دعوا کردن برای این کاندیدای درب و داغون. تراکتورها چراغی بله، البته این کاندیدای عزیز به روش‌های نوین تبلیغات هم روی آوردن. بلوفن ولی من بلوف نیم. من روی قلب پاک و صداقت حرفمیم. 2 ساعت موسمونم او سرد دی بهمن میشه شنام کم چند تا هم فیلم الان این استادیرم ایجان رحمتی بیرنوانم و ایلوری خواهشم کم شما و به عشق هما مشم جیرویر که بسیار کار سخت و دشواری که و شنام کم دی بهمن حتی صد ایوشو هم شنام کردی
همه یوریلم خوش نکم رای بین نظر محمد رحمتی بین من مشهور به نظر برا منه امسال کاندید بیا تمام خواهران و برادران عزیز یور استان لرستان بخش تابع و چگنی بخش زاغه به ایران شهر خوش نکم رای بین نظر یادم جورتدار جانباز و شجاع و مترسه. مثلا مداحی به سبک تبلیغات، یعنی آدم باید همون مداح و همون نماینده رو پاره کنه بذاره کنار به تنهایی. ببینید این چند بیت من بگم که فضا هم عوض میشه و از وجودهای مهندس استفاده کنیم. بیا یه بار دیگه حماس آفرینی مهندس بردیارا توی مجلس ببینی هم جوونه هم پر تلاش هم میمونه به یادگار انتخاب ما مردم برا مهندس بختیار انتخاب ما مردم برا مهندس بختیار آرزو موفقیتی. یعنی چاپلوسی و تملق رو خشتک و کشیده سرش این آقا برای اینکه بخواد اون طرف رأی بیاره به قدرت برسه، اینا هم بهشون یه پولی بده و به نون و نوایی برسن. خلاصه این تنها قسمت کوچولویی از این کاندیدای درب و داغونی بود که قراره برن تو طویله مجلس. ببینید که وضعیت بقیه چطوری. حالا اگر شد ما قسمت‌های بعدی هم ادامه میدیم راجع به این کاندیدا، شما بفهمید اصلا داره چه اتفاقاتی پشت پرده این قضایا میفته. یا مثلا فلان کاندیدا رفته توی شهری بعد یکی گفته داداش بیا من کولت بکنم و قشنگ اصطلاح بارز خر دیگه. بریم اینو هم ببینیم، جالبه. مردم ما به جای اینی که به این کاندیدا بگن بیا ما سوار تو بشیم میخوای بری تو مجلس حقوق بگیری، بهش میگن بیا سوارمونم بشو. ایشون که من صورتش رو با قلب پوشوندم یک هموطن ایرانی ماست. اوشون که اون بالاست و سوار ایشون شده هم یک هموطن ایرانی ماست که کاندیدای مجلسه. وقتی یک هموطن ایرانی ما که کاندیدای مجلسه و هنوزم رأی نیاورده میبینه یه نفر از مردم بهش میگه بیا سوار من شو، بقیه مردم هم به این اتفاق هیچ اعتراضی نمیکنن، معلومه نمیتونه نماینده خوبی بشه. چرا؟ چون این کسی که این کاندید رو سوار خودش کرده و اون مردمی که هیچ اعتراضی نمیکنن دارن این پیامو به این کاندیدای مجلس میدن که تو از این به بعد راه هم نمیخواد بری، چه برسه به این که بری توی مجلس برای ما کار کنی. بله، یعنی مصداق بارز این ضرب المثلی که میگه تا خر هست خر سوارم هست. این هم وضعیت کاندیدای ما. اگر دوست داشتید ویدیو رو به اشتراک بذارید، کانال یوتیوب برام پشت پرده رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. ممنون که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید و ببخشید که یک مقداری اعصابتون رو بابت این کاندیدای درب و داغون خورد کردیم. ممنون از شما.